میفرماد روز قیامت، شما یک حدیثی شنیدید که روز قیامت خیلی از انسان‌ها هستن با کوله بار نماز میان، روزه میان، زکات میان، حج میان، طاعت، عبادت، صدقه، خیرات، ایصال ثواب، یتیم پروری میان، ولی به این ظلم کرده، گوش اونو تابونده، حق اونو خورده، به اون ظلم کرده، به همسرش ظلم کرده، دل یکی رو شکنده. اونجا صاحبان حق میاد میگه حق ما رو بدید. الله ذوالجلال عادله، میگه حقشو بدید. میگه چیزی ندارم. میگه نمازهاشو بدید، زکاتاشو بدید. همه عبادات تقسیم میشه اونجا. علما میفرمایند غیر از روزه، همه رو بین طلبکارا الله ذوالجلال تقسیم میکنه، ولی روزه رو نگه میداره. میگه پروردگارا بده روزه شو، حق من هنوز تصفیه نشد، روزه شو بده. میگه الا الصوم فانا اجزی به. نه، روزه رو به کسی نمیده. روزه مال من بوده، روزه مخصوص و ویژه من بوده، من پاداش روزه بودم، چیو بدم؟ این ارزش روزه است. چی میگرفتیم ما؟ چرا بعضی از ما 40 سال روزه گرفتیم، یک وجب به خدا نزدیک نشدیم؟ چون نفهمیدیم پاداش روزه هر شب خود الله است، چون نفهمیدیم پاداش رو از دست خود الله میگیریم. آیا لذت بخش نیست این کلام؟ سبحان الله. و چه بسا که همین روزه، چون همه میره، همین روزه سبب نجات من و شما از دوزخ بشه، سبب نجات ما از مهلکه بشه. این فرصت رو غنیمت بشمار. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها. هر عمل فرزند آدم، هر عمل نیکش، هر عبادتش، نمازش، تلاوتش، ذکرش، عیادت از بیمارانش، همه اینها 10 برابر می شود. 10 برابر الی 700 ضعف، تا 700 برابر. بسته به نیت انسان داره، به اخلاص انسان ها داره، به کیفیت عمل داره. این صدقه رو کجا میده؟ این عمل و عبادت ما نزد الله رشد میکند. از 10 شروع میشه تا 700 امتیاز. الا الصوم، مگر روزه. سبحان الله، این حدیث رو هدیه میکنن امشب بشون. الا الصوم، مگر روزه. این 700 و 700,000 و 70 میلیون و اینا نیست. این روزه قسم دوم و سوم البته. الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. روزه از آن من است، روزه مال من است. و انا اجزی به. علما اینو 2 جور میخونن، یا میگن و انا اجزا به. و انا اجزی به یعنی پاداش روزدار رو خود من میدم. بقیه عبادات رو به فرشته ها میگم بنویسید. فرشته ها بر اساس اون کیفیت عبادتش مینویسن 500 600 700 میلیون. ولی روزه نه. روزه دار باید از دستان بلا کیف خود الله جایزه خودشون رو بگیره. و انا اجزی به. یا اگر بگیم و انا اجزا به، سبحان الله، پروردگار عالم میفرد همه عبادات رو فرشته ها ثوابشو می نویسن غیر از روزه. جزا و پاداش روزه دار من الله هستم.